خداوند پاتون گرفته دستتون نیکو من دارتون خورید در این خونه تو قوچه جانش زندگی میکنم دیگه کس نه تمام زندگی تمام کارش برای اوچهش بیروغت است زهر رجب علی ایبرانی اوچه جانی ما دیل جانی ما چخیل شدی اوچه جان؟ میشه بچم سوز شدیم نفسم خوب شدی بخی؟ داروات هستن همش؟ خیلی اوچه جان انشالله که زیغ نشه انشالله که شفا میابی خدا خواهد بود رنگ هر وقته سیر گشت میبراییم عموما زیغ نشه اوچه دلک شد گرفتن در کار دلا این ما همه وقت در خدمتیم اوچه جان اوچه جانی ما کار رفته ایستم یک باره او طرف بعدی کار اومدنم خدا خواهد بزرگ میدارم خرید میکنم میده چایده با خونه رو میگیرم بیام چی در کارتونه چی دیلتون میکشد مثال گپ که ما بگیرم برای شما بیارم اوچه چی بچم دلم نمیکشه روی صفحه برای کار بچم خدا احتیاط کن بچه جان 2 ساله که باری سری تشدم بچم دو پای رو بچم که تیه اوچه جان جانم شویم خیلی گپ نزنه اوچه جان 2 سال نه 2 عصر لازم باشه اوچه جان ما خدمت میکنیم ما در برتونیم فهمیدین اوچه جان عموما زیغ نشه انشالله که با میخزیم با میخزیم با انشالله که همه خرسندی و خشیره میبینی نه پیش های دلم سر میکن پیر دلو بیار آب بیار افقاد کن خدمت رو بایی بچه جانتون چیزا کس کردید با گولی بزرگ خورد خداوند پاتون گرفته دستتون نیکو من دارتون خورید نه نمردی خموش شد ابیده چی تیار کنم رئیسه؟ هیچی نکرد یا چیزم تیار کرده نیستم زنک جان او زنک جان لبه خیلی خوب هستید اینجا هستید میشه سلامتی خوبه احوال خوبه من با تاکسی روی کردم چطور آورده هستم نمشه ها وردن اصلا ده کاروبکه آخه ها زنک جانم شوی یورا بگی سه وای نوکه مایله کنه ریزت بارم چه جانا مایله خب مجدر بکن چی که پیش مدار بدرم حسه که زنک جان در بوم صدخه بعد فراموش نکنیم یک کم ترک اوی گرم درمون اول کم تر گرم شوم فهمیده؟ بعد بگی بیا در این خونه تو قوچه جانش زندگی میکنم دیگه کس نه تمام زندگی تمام کارش برای اوچهش بیروغت است زهر من با یک امید و آرزو عروس شده آمدم که خوشبخت زندگی کنم همه دختر میخواهد وقتی که اویله‌دار شود تنها باشد با میل خودش زندگی کند چی احوال است دیگم زود نفهمیدم زنک خود با خودت گپ زدی سای ها؟ چی مقصد داری؟ خیلی چی گفتنی داری؟ چی خویشی داری؟ بیا اومده گپ زد خود با خودت باید در دیوار گپ نزد چی میخواهی؟ گویا که میفهمیدم دیده استی نفهمیده استین چی با گفتنی من میفهمی شما چی با شما گویی چی با در دیوار گویی چی یک چی نمیرسه؟ چی کم بودی داری در میخونه؟ با فکرم من در این خونه خدمتگار نه عروسی خونه اگر من از همون اول میدونستم که شما با اوچه جانتون زندگی میکنید هیچ وقت چنین زندگی را قبول نمیکردم میفهمید بعد جانم زد روزی در آن اوقات کن چای بیار دارو بیار این بیار وای بیار من هم دخترم من هم عروس شده آمدم که با میل خودم زندگی کنم با میل خودم پوشم با میل خودم خورم این چی احوال است تو در این خونه کلینی تو در این خونه کلینی این چیزا فراموش نکن
ترام در خونه تون مادر داری. خداوند کنه که هیچ وقت مادرت درد سر نبینه. خداوند کنه که مادرت محتاج روی در کلی نشوه، بیمار نشوه. بعد ایره فراموش نکن که آینده ترام پشتومن میشه. یک عمر جوان نمیمونی، یک عمر به دست و پای خودت کار نمیکنی. آینده رنگینه مادر ما ترام پشتومن میشه. دعا که بعد فرزندت بیرون درد نکنه، کلی بیرون درد نکنه. برای همین این روز حرکت که کوشش که صبر که طاقت که دعا شبگی که پگه آیندت خوب شوه. فهمیدی؟ خیلی بربر نکن. چیزی که گفتم همون را اجرا کن. گپی زیادتی نزماده. السلام علیکم اوچه جانی ما. دیر جانی ما رو یگانه گفتم، چراغی خانه گفتم. چه خیلی اوچه جان؟ همه خوب، همه تینج؟ خوراک خوردی؟ اوچه جان همین کتا بخور. فهمیدی اوچه؟ چی هم خودت میفورد گفتی همون گفت چی شرینیت میفورد، میوت میفورد، چی چیز میفورد؟ کلین در خدمت میگیره و مدا میکنه. فهمیدی اوچه جان؟ زنک بیا را خیام سه بورا. اون سه گفتگی موچه جان گرم کنم میگیرم میارم. منم سه برم. بزنم تو تاجیکی را فراموش کرده ای؟ من باید قطعی اگه اون زبانی خیتایی تا دیگه بزنم. من تو را آوازی گفتم که زنک جان همین سیوار را گرم کرده مایده کرده خش روه ریزه که بیار با پیش رو چما. چی گفت؟ چی کار کردیستی؟ خود کردیستم. دستشون ساز خودشون میکنن. همین میگن که یا بازاری یا بازوری یا بازار ها؟ بازوریش بگیریم ها؟ عجبالی بچم جان نک کلینه ای سر تو بگه کروی خانه میکنه همه خدمت ما میکنه بچم بالای دو کودکا که تیانی گو میکنه 3 سال میشه که وزبینی من در بالای سرم بیچاره کلینه عجبالی خالت زنگ زن درست خانه که خالت درم نمیخوام که زندگی شما برای ما ویران شد بچم زندگی باباتون ویران نکنی بچم برای من برماید درست خانه خالت نیستم بچم زندگیتون ویران نکنی برای ما شد اوچه جان جانم شوین نه خونه خالم برین نه خونه تغم برین این همی تا وقتی که من هستم تا وقتی که من زنده ام اوچه جان این همی خونه شمایی این همی جا میستین همی جا نگاه و بینتون میکنیم شما در وقت اوچه جان ما را در کوچه نپرتفتین ما را در پشت در نپرتفتین که امروز ما شما را بیرون ایدار کنیم امروز یک کسی دیگه شما را نگاه و بین کنه میفهمین اوچه جان 2 سال 3 سال نه 100 سال که باشه اوچه جان نگاه و بینتون میکنیم کدام میده که همین خانه معقول نیست زندگی در همین خانه معقول نیست شرایط همین خانه معقول نیست آنها درک شده میتونه که خیلی جان گفته برامده بروه لازم باشه نمی معقولت نباشه من خودم میبرم فهمیدی؟ السلام علیکم دوستان عزیز تماشابینان فراموش نکنین چقدر که شما نو را تماشا کردین از شما چی میره برادرها فقط یک دونه لایک در کامنتاری یک سخن خوب و نگفته نمونه подписаться را فراموش نکنین حتما در کانال подписаться کنین انشالله که نوارای خوب و تربیوی هم پیشکش شما میگردونیم باقی سربلند و خانه آباد باشه